تفریحی دوناو میگن اینجا را، شهر وین. بر طفلا بسیار خوب، یک جای ساعتیری و کسایی که ورزش میکنن. اما روز دیگر روزهای شنبه، یک شنبه بسیار بد حال است اینجا، مردم زیاد میای، اصلا جای ششتن و گپا نیست. ولی امروز روز که باران بود تا پیشتر دیگه به او حساب همین فرصتی است و کسایی که اینت مسن هستن هم میاین از اینجا استفاده میکنن از هوای صافش. فامیلا کسی نامده اینجا روبرو که میبینن اونجا یک کلیسای بسیار کلان است به طرف دوناوفیلد شتراسه میگن. دوناوفیلد شتراسه این کلیسای کلانشان است و اون طرف دیگه که میبینن مردم با کشتی یا بازی میکنن اونا کشتی رانی و روبرو رو که میبینین اوتلک ها همیشه چراغان است و مهمان است و یک حال روز از بسیار بیروبار است. اما چون حال وقت کرونا و یا است قدر نفر نمیاد دیگه در اوسونا. مقصد همه حال میشه که روزای چیز است، حال دولت اجازه داده که بازی کنم. من فکر میکنم سر از دوشنبه که امروز تاریخ 8 یولی است، 18 یولی میبخشم، تاریخ 18 یولی دیگه من فکر میکنم که چیزام سر از روز دوشنبه که تاریخ 20 میشه دوباره ماسک پوشیدن شروع میشه. من فکر میکنم آب بازی را اینجا قطع میکنن، اجازه نمیتن به خاطر کرونا ویروس. خداوند خیر همه گیره پیش کنم. یک ساحه که سبز مردم لذت میبره از زندگی. با امید ازی که انشالله در افغانستان ما شما هم یک جای سرسبز پیدا کنیم و ببینیم که بخیر همه چیز جوشه. اینجا مانا کانتین است، اونجا مانا میبینین دوستای عزیز کانتینش است و اینجا تشناب بسیار مجهز مردانه و زنانه که مردم به خاطر مشکلات دیگه. یک گزارشه که بسیار کوتاه از شهر وین دوناو. جای والیبال، میدان تنیس، پینگ پونگ، تنیس. این هم برج دوناو است. از اینجا در اونجا در لفت میرن، تقریبا فی نفر 7 یورو میتن. باز دان اونجا بالا میشن، اونجا هتلک هم است، مردم میشینه و تمام وین معلوم میشه و او هم یکی از هتل‌های بسیار نامدارشان است. برتان یادآوری کردم که اینجا پارک است، بزرگسالا و یا طفلا همه اونجا بازی میکنه. این بسیار یک سرکک مقبول و همه که و اینجا یک پارکک دیگه برای بازی اطفال، پدر مادرشان اگه ایسوس می باشن او بازی یا دیگه یا در میله خود اینجا طفلا ساعتگیری میکنه دیگه. و او طرف پارک هم که هست چیز جای سگاست
که مردم سگای خود به خاطر گشت گذار میارن. یا نفرای شاروالش است که همیشه در سبزی و یا اینجا سهم میگیرن و پاکاری میکنن و واقعا خدمت میکنن مردم و مقدر دایسه تنظیف سهم دارن و کار میکنن و در هر جای اینجا که میایم ولو که در بلاک ها است و یا در پارک ها یک تخته انفرماسیون یا انفارمیشن یا به اصطلاح افغانی ما شما معلومات ماندگی است تختش که نوشته کردن که اینجا چی جریان داره و یعنی ساحه است، کانتین در کجاست، جای پارک در کجاست، همه جزئیاتش اینجا نوشته است. بعضی دوستایی که من نمیفهمن باز اینمی چیزی که دیدن باز جای خود مشخص میکنه که نه ما باید در اینجا میخوایم اینجا باید بریم، مرکز پلیسش در کجاست، نه فرض مثال کشتی ها در کدام این سیجا موقعیت داره دیگه، جای بایسکل دواندن در کجاست، هر چیز از خود جای مشخص و معین داره. کسایی که حوصله گشت گذار ندارن به اینجا، یعنی ریلک یا بگویم موترک نه ریل از دیگه خورد اونجا اشتاسیون یا ازگاهیش هست، مردم تکت میخره بالا میشن بازونی این پارک مکمل یا چکر میته و نشان میته که کجا میرن، چی چیزای وجود داره در این پارک. ما مستاستا میرم به طرف بالا، اینجا جایی که طفلا یخمالک میخرن، از بالا فکر میکنم خوبتر تصویر گرفته بتانیم. که داستاستا رینال سارا یک دقیقه پاوزه کنه بیشی نال یک دقیقه پاوزه کنه بگی نال تو چی؟ بالا بیشتر میخواست پاوزه کنه بداو دیگه کتی تو دوناو پارکینگ امروز که دوناو پارک بسیار بیروبار، روز رخصتی هم از کل سرکا بند، پارک هیچ موتر پارکینگ پیدا نمیشه، بسیار سختی ما پارکینگ پیدا کردیم. اینجا مردم هتل چینایی است، اینجا جای پیسه تامین میکنیم.